الهی در بگیر این زمانه دیگر نمیام با محله. میگی لگی تا خوشحالی برو. چی گپو؟ چی کاره؟ امشب که رفتی دیشب ایتا چینگی جیو بسیگه که اولش نیه. دیشب ایتا وقتی که کلکین خونه خوروا کردیم دم ساری ایتا برای شما چی هرس داد؟ چی هرس داد؟ مثلا بوی تف چیزی نشد، مثلا بوی یک چیز خوشمزه بیایه. اشته بوی خوش نماد بخونیم و نمیفهم. من منظور تو نفهمیدم. گیل که چیه؟ تو چی میگی؟ برای خوب گرد کلکینا خونه شما بلرزه نشد که ایتا تکون بخوره. هیچی بوی تف ایتا بوی خوش مثل عطر نماد. دیشب برای نال ما با تو بگم خب ساعت دمی که آزان نمیدم که افطار میکنیم نانیم بیامدن گفتم که گیلک فلینی انا چیشا شما رو بیاین که بسته کنم. ما گفتم چرا نه بسته میکنه که شما رو فس رای کنم. ایتنی سرگی مادر تو ما تو سپرایز کنه. چشما تو بسته کرده بود به مو خاطره. فس ناس تو یک رقم گپ بزنی. یک بار برا چشما ما بسته کرد. گفت دیدم خرته پرته صدا کتریه، صدا پیولای، صدا مچو پشپاق چیه کاسه. یک دم برا رفته که چیشا و نانی و واقعت سی میکنم همین تا پشپاق لنگ مرغه سرخ کرده بم سر سفره افتار گذاشته برار بوی مار دیونه که دیوید از زوری عدیو زده بید نانی ما بجون اینا. یعنی تو نما تحصیل نکه بخونه شما. تو یک چیزی میگم دمی که مادر تو چشمات رو واکر چشمات والی از اونا بافتاد میدی تو تعجب نکرد چرا بخونه شما که چیزا پیدا نمیشه برار خوبه گردو. من میرسم میکنم من بگفتم اما برار باز گو سعری بگیر خور سعری گفتم نه چشامش پیش نکن که ببینم برار دک بخره تپره شدم یک بار بیا آدن که سی میکنیم پست کلیگو یعنی ایت قبول که 1 میلی از همی قسمت ها کلاتو نمیره 1 میلی فرق نمیکه. خب بیلا به تاثیر تو فقط جو اویه از داری عرق کردی کلی پسته کلی گو برو رنال همیتنیم که اصلا نیه ایتا از همال تا به دگه سالم روزه میگیرم. حال گپ پذیر بزن اینا رو شما کی خیرات داده شما که مرده نمیشین که خیرات؟ ها دیگه پس کی؟ خیرات؟ نه نمی پول خریده بده برا شما تا حال کس یاد نمیده که بخونه شما گوشت بار شده باشه پست کله و لنگ مرغ شما از کجا آورده باشین؟ گفتم نگاه دار بنانه این شاید باشه من یک پوشباقی به تو لنگ مرغ بیاریم. البته تا دگه سالای وقت شما میتونه نگاه داشتن شما کار شو بخزیم اون رو پخته گرم کنه بخورین. نه خب خوبم پخته میکنم میشه من باشه یک پوشباقی بیارم. نه برو جو خیر بینی ما دیگه با لنگ مرغ میخوریم پوست کلیگو. خوبه ساری 2 دفعه گوشت میخوریم ما. یک جایی تا نه کو برای که مردم نمیفهم برو به دم لاسپیکر قیق کاش که مردم حال بشنه. نه یک نمکی پیدا شه. لاسپیکر قیق کاش بگم ما دیگه گوشت خوردیم. ما دیگه برای دیشب ساری پست کلیگو خود سال شما. یار باشه خلیفه عباس. یار باشه. سری. جانجوره. تیار هستی؟ شکر چیگه پایه. سلامت باشی. خوش که تو واچه البته که از دیشب شما دیگه خبر نشدیم همسایا. از چی خبر نشدیم مثلا؟ تو روزه داری؟ نه روزه ندارم. روزه داری؟ اشته ندارم. اگه فهمیدی چرا من ایتا سرحال و ایتا قوت دارم گپ زنم تو قوت نداری گپ زنی؟ برو من دیگه روز تا شم میگردی و خب بیکاری. اگه مثل ما کارت کار کنی نه ای گپ نیه. دیشب با کلکین خونی شما بوی تف نچسبیدی تا بوی خوش مثل عطر گلاب بری. بوی تف؟ یاره نه برو. هرس هم نشدی هرس پیدا کنی بگی که چی مثلا به خونه گلک پخته پس شده. چی پخته شده؟ یا سبزی یا چیه؟ فس راست بگم دیگه تو گوشه که سبزی ویدک بگدش دیشب سهرشو میفهمی چی بود؟ نکنه سی مرغ پیدا که دادر سخ کنی بخوری. نه خود چی بوده پس که من هرس پیدا نشد
صبر کن من کدو قسمت اینا رو بگم که تو بفهمی. امینه که میگه کت 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 مرغ. خودی و نه نه این قسمت هایو جیگر مرغ. پا مرغ. نه لنگ مرغ دیشب نانی من لنگ مرغ پخته کده بیدم همین تد برار اینا رو بمزیدی بیدم عدوی دیگه هم بزیدی بیدم برار گل به سر تو بباره گلا به صورت به سرمه ایتا بیتاف چشم بیدید که من گفتم شاید سراواده نولیلا شما دیونه شیم سراواده شما دیونه شیم از دوری بیتاف خوشی بیدید یک بار ما که پشپاقه تمام کله بخوردم برار بنانه خود گفتم اشتر بار کن ساری چی بیده اگه فهمیدی؟ گپ بزیدونه کجا بیارده بیدین؟ کی؟ لنگ مرغه بخریده بدیم برار حقیقت بگو با یه خجی که مخ غلده که بکنیم پولار دگه وردشتیم ساری میفهمی چی بیده؟ خلکای سکتن که دیگه لگ زنده باشیم ساری میفهمی چی بیده؟ چی بیده ساری؟ اگه فهمیده هرس کو ساری همون لنگ مرغ بوده نه تو یک گفتم نه یاره گیلک به نظرم همونا طول بیخی نشه کرده دید تار به جوق بسته میکنن گو نمیرونه خب تا سر اینو پست نداره خب پست کلی گو پست کلی گو همین تا برار لغمه میزدم ایتا به تا بگم یک پشپاقی بیده کن یک چیزی میگم گیلک شرط و سر تو بعد نخوره نه شما عقل کمال بخونی شما کی داره؟ عقل کمال به فیزیکی نه بدون فیزیکی باز او بالاتر از ما دیگه یا بابا من یا برار خوردم مثلا پینک تو هم میگه به فیزیکی تو عقل کمال تو خیلی بالایه از کدو قسمت؟ همین قسمت بفهمیدی؟ یاره گیله خوب خب شما وقتی امشب هم پست کلیگه خوب بخیر خوشی یک هفته اونا آباره شما وقتی که پول داشتین چه نرفتین گوش نسونین که برای لنگ مرغ بستین خود پست کلیگه نه برار یک خلیته تا به کله مادر من گفته 230 شده خوب گیله دیگه پناه با خدا ولکن تا آخر ما روزه همو پست کلیگه و لنگ مرغ بره که بخیر خوشی تو به در سرا نبینم برای کاسه نونه بفهمیدی کم دست تو هم به گدایی دراز نباشه ما خوشحال نه تو که میفهمم ما شما افطارا از به این ماه مبارک راجع اگه دوست شب بخونی خوب بشی خرج تو به ما چطور حواله دل جمع نه دیشب نه نمیگو نرو ازم نماز تو گردن تو باش دیگه به خونه میری تو نه خوشی هوا دیگه میرفتم ما دیگه تصمیما خود بگرفتیم برای که ما خاطری از اینکه مادر میگفت گو خیرش توی تخلیقزیزه میشی چی میشی چلی تخلیقزیزه است توی تخلیقزیه همون میگه حالا میخره خاطر تو شی سوخته دل با ماه بپر رو مباز میگم خیلی کار نه امشب ساعت شوم لنگ مرغ و سار یک را کلگی پست گردن گل خیلی کار با فضا نعرفتی شیر مادر منیه شیر مادر تو بیچاره تو سعی که تو بعد از سالا و سالا لنگ مرغ خورده تعجب کرده حاله اقتصاد هم ضعیف باشه گوشت ببینه بخونه کجا میری؟ کلاهی داری با؟ ها؟ هیچی برای سیمارغ رفتم. برای سیمارغ؟ بلیا. بیا تیر شوی برشته سیمارغ بچیندی هم؟ بلیا. خب؟ هنی. آه چی سیمارغی چیندگی پک به هنی دو عده خرج خونه خور بیاوردگی پک آفرین شیر مادر تو میگم یک چیز دیگه عقلت هم نمیکشه تو که به سیمارغ چینده آمده بودی یا یک پلاستیکی بخو میاوردی یا یک دستمال چیزی اصلا نمی کلا تو علا رسته همه سیمارغا میکروبی کردی های رمضان های امی کلومه علاریه علاره کلت هم علاره وقت میگیم اما تایو میرخصم آه نمیرخصیر به سر خو میکنی آخه سر تو مثلا به تای کوچه و بازاری بر خاکی دگی میکروبی میشه اصلا کلاهی که به سر خو کنی و بعد چیزی که میخوری به تای نندازین آخه اونا خورده میشه رمضان اینا دمی که مادر پخته میکنه امی تا میشوره تاری تو پاکتر میشه تو سرکله تو رفتی یک دفعه بشوره که پاک شه میگم یک چیز دیگه چی؟ اینا رو به افطار میی یا به سحری؟ بعدی تو خود چرا گوشت نمیخریم؟ تو خبر نداری آجا کشمیشیه ما مثل سراوات خسور تونیم
یک شب گوش خریدم گیلگم به منطقه چه انداخته ما سرشون پارچه لنگ مرغ داره امی سری پوست گو. کی گفته؟ هر کی به جلوی رو میخوره میگه ما دیشب دم افطار لنگ مرغ خوردیم. ایپک جوسه که برانمه چیشاتو با تا دلمشه. تو که هرچی نکنی یا گیلگ و شیارتری من میفهم. درست قد نداری منتها ذهن و فکر خیلی داری. مثل گیلگ 10 تا هم سر جو توش نمیبری پس میاری. او ساده گپا از اون بشنو باور نکن. باور کن سراواده خسور مخوب به سری گوشت تکشات میخورم. حتی گوشت گو و گوشت مرغ نمیخورم. او گیلک ساده خدا میدونه به کجا میمون بیده برفته لنگ مرغ خورده و بنداخته به خان مادر خورد. برو تو سیمارغا خور بابا چند دونه سیمارغ دیگه هم بچی که حداقل یک هفته بشه به شما. برو با ما تنه تا برغا خسور منات. اگر نامد به نام من نمیدود همین آتش به جان من نمیدود همین جن ما خود خوش رو میخونی کجی جو چه کار کنیم ما کجا بیدی؟ البته چکر زده رفته بودم که ساعت به تیر شکم که گیله کنم خودی خوبو بری شهر میبردم گیله که خود کنم او به شرف شمار بردی شمار به یک سیر او بقلی کرده به تعمیق قلعه چه کار کرده؟ شمار به یک سیر او بقلی کرده چری؟ چری؟ شما مامان روز خوب چیز ارزشداری یا چیز بی‌ارزشی که بخونی خودی به بعد نخوردین قراری کرده به می گیله که بفهمونین که به تا قلعه چو نندازه به هر جا بشیشته و خسته دل خو به گردن خو کرده قیقه داد کشیده را گذاره که بدیده گفته ما لنگ مرغ خوردیم ما چون پوست گو خوردیم ما چون چی خوردیم پوستون بخورده بدین خود تو بگو گپا خود علی گپا مدت بعده این کارا خوبیت نداره ماما نوروز شمار به یک سیر بقلی که اگر دانم بند باشه دمی ای همی گپار نمیزد ما قد او میشدم به زمین تا میرفتم نیه کجی تنگه تو میگی سرشون به افتری پامرق بشه میفهمی سرخ کرده بود سهرم که پست کلی گو بود پوست کلی گرد خب خیلی بینی ماما نوروز حالی هرچی بوده تیر شده ولی این خوب نیه که گیلک بیای به تا منطقه به تا دی چو بندازه که ما اولادی شو چی خوردین چی نخوردین اینا فایده نداره این کارا گیلک خوبیت نداره باور بکنیم نیه شمار به یک سیر او بقلی کرده ماما نوروز آنی ما اختیار خودانیم به هر جا میرین گیلک ازی به بعد خودی خوبو بریم یا بخونه خود که هرچی میخوریم یا نمیخوریم گیلک بس بریم که به جای نگه که یا بروریزیه مرا زیر بگیره به خیر خوشی یا من هر جا بروی سلم پاک ببورم بچه شما ندیگه ماما نوروز کار نده کسی جو بخیر باشید خداحافظ. خداحافظ شما خیلی دونیم نداریم گاهی وقتی چیزی که میبینیم دیگه خدا خوب جو میرسیم تمام محلا و قلار چوی میدادیم که فلانه کار میگم بعد کاکا گپ زدن خوب فهم که من تا گوشو میزنم ببخشید گپ زدن خوب فهم دیگه معذرت مامان با پشت سر خود میکنی دل مادر انده رو بری